چرا مردم هیچ وقت شروع نمیکنن که برن باشگاه؟ چند تا دلیل داره که تو این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم. این دلیل اول اصلی ترین دلیلیه که خیلیامون حتی اصلا شروع نمیکنیم. زمان. اینقدر توی زندگیمون دغدغه داریم، اینقدر فکر داریم و مسئولیت داریم که اصلا دیگه تایم اینو نداریم که بخوایم باشگاه بریم. خیلیامون هستن که شاغلیم، سر کار میریم، یا حتی خیلیامون هستن که خانواده داریم، بچه داریم و باید به اونا برسیم، مراقبت بکنیم ازشون. وقتی از سر کار برمیگردیم تایممون رو بیشتر با اونا بذاریم. به خاطر همین هیچ وقت شروع نمی‌کنیم. ولی این همیشه یه سوالیه که باید از خودمون بپرسیم، پس خودم چی؟ چرا وقت برای خودم نباید بذارم؟ مخصوصا بدنت که اگر سالم نباشه هر روز باید بری پیش دکتر. زمان یکی از اصلی ترین سداییه که ما هیچ وقت شروعش نمی‌کنیم. به خاطر اون دلایلی که بهتون گفتم اولویت آدما عوض میشه. اولویت آدما دیگه ورزش نیست، شغلشه، چون با اون شغلشه که داره منبع درآمدیشه و پول در میاره. بدون اون حتی نمیتونه خرج زندگیشو بده. به خاطر همین اولویت‌های آدما تغییر میکنه. اما حالا سوال اینجا پیش میاد که خب اگر اینجوریه چیکارش باید ما بکنیم؟ دو تا راه حل میخوام بهتون بدم. این دو تا راه حل کاریه که میتونید باهاش این سد اول که بزرگترین سدیه واسه خیلیا رو رفعش کنید. اولین کاری که میتونید بکنید چیه؟ صبح زود قبل از کارتون برید باشگاه. یعنی چی؟ یعنی 40-45 دقیقه قبل از اینکه حتی برید سر کار، برید ورزشتون رو انجام بدید و بعد از اون برید سر کارتون. دیگه تا شب خیالتون راحته که ورزشتون رو کردید. ترجیحاً من اینو توی زندگیم همیشه اجرا میکنم که صبح زود باشگاهمو میرم، بعد از اون دیگه خیالم راحته. حالا هر کاری میخوام بکنم، دیگه نگران این نیستم که باشگاه رفتم، باشگاه نرفتم، الان تایم دارم، الان تایم ندارم. این کاریه که میشه انجام داد. یا اینکه توی راه دوم چیکار کنیم؟ وقتی که از سر کار برگشتیم بلا فاصله برید باشگاه بدون هیچ فکری. 40-45 دقیقه بیشتر ازتون وقت نمیگیره، پس هیچ بهونه‌ای واقعا نمیشه قبول کرد در این باره. سد بعدی رو بهش میگه هدفهای تخیلی، هدفهایی که واقعی نیستن، خیلی دور از ذهنه. حالا چرا میگم این بده؟ برای اینکه وقتی که تو یه کاری رو شروع میکنی، میتونه هر کاری باشه. حالا صرفا ما اینجا داریم در مورد باشگاه صحبت میکنیم، در مورد باشگاه مثال میزنم. وقتی که تو میگی من میخوام شروع کنم، اگه اولش جوگیر شدی گفتی خب من 7 روز میرم باشگاه، بعد از اینکه رفتم باشگاه 2 وعده میام تمرین میکنم تو روز، بعد تازه به غیر از اون میام پلن میچینم که آره من توی یه هفته 2 هفته میخوام این مثلا 10 کیلوی رم وزن کم کنم. خب این یه چیزاییه که وقتی تو توی زمان کم میخوای همچین وزنی رو کم کنی، این به تو فشار میاره، برای اینکه نمیتونی بهش برسی، برای اینکه اینقدر بزرگه این هدف، اصلا غیر قابل لمس همچین چیزی. برای همیشه سعی کن هدفات کوچیک باشه، هدفایی که دستیافتنی باشه. اینجوری بهت انگیزه میده که کارتو توی طول مدت طولانی تری انجام بدی، یعنی استمرار داشته باشی. یعنی اگه من خواستم برم باشگاه، میام چی میگم؟ یعنی برنامه دارم که تمرینمو توی باشگاه شروع کنم، میام هدفمو اینجوری میذارم، میگم آقا من 4 روز در هفته میرم باشگاه واسه این هفته اول. این میشه هدف واقعی، این میشه هدفی که دستیافتنیه. وقتی هدفت خیلی غیر منطقیه، تو دلسرد میشی وسط راه، شروع میکنی ولی چون نمیرسی بهش، مثلا وزن کم داری، اسکینی، میخوای مایچه بیاری، میری شروع میکنی، میگی خب اوکی من توی ماه اول 20 کیلو وزن، نمیرسی، واقعا نمیرسی به اون هدف، برای اینکه یه چیزیه که غیر قابل مثلا لمسه، یه چیزیه که خیلی تو باهاش فاصله داری. تو باید هدفات ریز ریز و کوچیک کنی. بذار یه مثال واسط بیارم. یکی که نمیتونه هنوز راه بره، چجوری میخواد فکر کنه به این که اوکی من هفته دیگه به این تکرار میکنم. هدف خوبه پلن بلند مدت داشته باشی، ولی اینی که میای تو توی تایم کم از خودت انتظار بیجا داری، این مسخره است. این چیزی که تو نمیتونی بهش برسی. داشتم میگفتم تو میای تایم میذاری، میگی که اوکی من میخوام یه ماراتون رو تموم کنم، ولی در حال حاضر تو حتی نمیتونی راه بری. چه جوری میخوای به اون
هدف برسی. اول باید بگی آقا من پلنم اینه، هدفم اینه که فعلا راه رفتن رو تمرین کنم، فعلا ببینم چه جوری دارم راه میرم. اوکی رسیدم به این، الان انگیزه دارم، هدفم باز مشخصه دیگه. اون موقع میام ادامه راه میگم اوکی حالا میرم مرحله بعدی، فعلا یاد بگیرم چه جوری بدوم و بعد هی همین جوری پیشرفت میکنی. این پیشرفت هر روز توی که به تو کمک میکنه. هر روز 1% 1 قدم من به اون چیزی که تارگتم، اون چیزی که هدفمه بیشتر نزدیک میشم. آخرین سطح بهش میگن حمایت اجتماعی. حالا حمایت اجتماعی اصلا یعنی چی؟ حمایت اجتماعی یعنی این که بذار یه مثال واسط بیارم که راحت‌تر متوجه بشی. تو وقتی میری باشگاه، اون رفیقت یا اون حریف تمرینیت که با تو میاد، اون داره از تو حمایت میکنه. چه جوری؟ وقتی که تو میری توی باشگاه داری تمرین میکنی، یکی داری که چالشایی که باش روبرویی باش حرف بزنی، یکی هست که بالای سرت وایسه کمکت کنه که وزن‌ها رو اگه کم آوردی بتونی تا آخر ستات تمومش کنی. اینو بهش میگن حمایت اجتماعی. حالا یه نمونه دیگهش میتونه خانواده تو باشه. خیلی هستن آقا خانوادهشون تشویقشون میکنن که یه کاری اینا شروع کردن، مثلا میخوان وزنشون رو بیارن پایین، رژیم غذایی نوشته واسهشون اون مربی و اونا باید به اون پایبند باشن. خانواده‌اش ازش حمایت میکنه. خانواده‌اش یعنی میاد میگه که آقا من پشت تو هم، تو اگر این کار رو انجام میخوای بدی من همه جوره بهت کمک میکنم. انگیزه به تو بیشتر میده که اون کار رو تو ادامه بدی. دقیقا مثل این میمونه که تو میری توی باشگاهی، تموم بچهای اون باشگاه میان بهت میگن همینه پسر، یه ست دیگه، یه تکرار دیگه، یه دونه دیگه. اون وقته که تو میگی اوکی فردا هم من دوست دارم برم دو این باشگاه، فردا هم من باز دوباره میرم. ولی اگه رفتی اونجا بقیه مسخرت کردن، بقیه اومدن گفتن چقدر تو مثلا توپلی نمیتونی یه دراز نشست ساده بزنی، تو چقدر وزنت کمه، تو میخوای مثلا بیای آقا این وزنه رو بزنی، تو 100 سال دیگه هم به این مسیر نمیرسی. اون موقع دیگه نمیری باشگاه، اون موقع 1 هفته 2 هفته میری بعد میذاریش کنار. این حمایت اجتماعی خیلی چیز خوبیه. حتما سعی کنید با گروهی باشید، با بچه‌ای باشید که هم فکر خودتونه. اگه میخوای بری باشگاه، توی باشگاه هم فکرای خودتو پیدا کن، رفیق پیدا کن، رفیق تمرین پیدا کن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، بازم از این مطالب میخوای یاد بگیری، حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی از دست ندی.